روز حضرت یعقوب علیه السلام در خانه نشسته بود که ناگهان عزراییل علیه السلام به نزد او آمد. حضرت یعقوب علیه السلام گفت: ای برادر عزراییل، آیا برای گرفتن جانم آمده ای و یا برای صحبت کردن؟ عزراییل علیه السلام گفت: برادر، من تنها برای صحبت کردن آمده ام. حضرت یعقوب گفت: ای عزراییل، از تو یک خواهش دارم که وقتی که برای گرفتن جانی من آمدنی شده، پس مرا 3 بار پیشکی خبر کن تا اینکه آمادگی بگیرم. عزراییل علیه السلام گفت: ای یعقوب، وقتی که تو سخن گفته من راضی هستم. هرگاهی که برای گرفتن جان تو آمدنی شوم، پس تو را 3 بار خبر میکنم. از بین چندین سالها گذشت و 39 سال حضرت یعقوب علیه السلام و پیراسالی رسید. و یک روز دیگر عزراییل علیه السلام برای گرفتن جان حضرت یعقوب آمدند. عزراییل گفت: ای یعقوب، برای گرفتن جان تو آمده ام. یعقوب علیه السلام گفت: ای عزراییل، تو به من وعده داده بودی که پیش از گرفتن جانت 3 مراتب تو را آگاه میکنم. پس چرا آگاه هم نکردی؟ عزراییل علیه السلام گفت: ای یعقوب، من تو را 3 بار آگاه کرده بودم. یعقوب حیران شد و گفت: چگونه مرا آگاه کردی ای عزراییل؟ حضرت عزراییل گفت: یکمین آگاهی من این بود که موی سرت سفید شده بود، پس چرا خبر نشدی؟ دومین آگاهی من این بود که میانت از پیراسالی خم گشته بود، پس چرا آمادگی نگرفتی؟ سیومین آگاهی من این بود که جسم تو ضعیف و ناتوان شده بود، پس چرا هوشیار نگشتی؟ حضرت یعقوب علیه السلام گفت: ای عزراییل، تو راست میگویی. عزراییل باشد چیکار کرد؟ جان این حضرت یعقوب را گرفت.